بچه‌ها چطوری؟ من الکسوردم به یک ویدیو دیگه خیلی خوش اومدید. امروز قراره بریم و با هم یه آنباکسینگ خیلی خفن داشته باشیم. آنباکسینگ لوازم تولید محتوا و گیمینگ که آخرش هم یک چیزی که واقعا گرونترین چیزش همون بود یا میتونیم بگیم یک سورپرایز خواهیم داشت. بریم سراغ این ویدیو. Let's go. خب اولین چیزی نیست غیر از یک پایه از این پایه هایی که این شکلی میشن برای ویدیو گرفتن. اینی هم مثلا میخوام خم کنم کیبورد نشون بدم، برای این کارا خیلی به درد میخوره. میریم برای باز کردنش. بچه این پایه ریمکس هم هست. ریمکس RM307 همچین چیزی هست. خب اینو من واکنم. از اون موقعی که من اینو واکنم شما 2000 years later. خب چیزی شکسته نباشه دیگه خودش، چون 24 ساعت هم مهلت تست داره. خب این که این رو بره. اوه مای گاد چقدر خفنه بچه. همه اینا آخر ویدیو نشون میدم کار کردن باشون، ولی این چقدر خفنه. واو برم این ور. مثلا برای این تکون دادن این موقعیشون کنم. آره پس خود اینم که ما کوچولتر میشه، این به این شکل میشه. مثلا اینجوری میزنیم. اینو سرهم کنم من. خب بچه من اینو اسمبل کردم، سرهم کردم. همچین چیز گودی در اومد که اینجا هم یه پایه داره که اینو میزنیم و این شکلی کج میشه، فلان میشه و حالات مختلف میتونیم بهش بدیم. اینجا که دیگه اینو من صفر کنم. این به کار گیمر یا مثلا کانتنت کریتور خیلی میخوره. مثلا این بره این تو و اینو من صفر کنم که چفت یعنی شل کنم. فقط با شل کنی و بیاری پایین این کارا داره. اینو که الان دیگه شده میکنی همچین چیزی عجیب غریب فضاییه. خب اینو یکم برم اینجا چفت کنم که خب این من محصول بعدی نمیدونم اینو باید چی میکنم، ولی خب محصول بعدی چیزی نیست جز یک آیکون لایت. به چه برمیداریم. حالا واش میکنیم و عرضه چون این کلا 200,000 تومان بود، واقعا میارزید. همچین چیزی این کابل میکرو میخوره و این پشتش همچین چیزایی نمیشه، با چوب هم از جنسش. یه کابلی هم توش داره که باید به شارژر بزنیم که خوشبختانه شارژر منم برای گوشی میکرو هستش و میتونم از اون استفاده کنم. خیلی چیز خفن و گادی که این آخر ویدیو براتون تست میکنم. این بره اینجا. خب میریم برای محصول بعدی که چیزی نیست جز 2 تا CD. یه CD بچه من با گوشی ادیت میکنم، یعنی مثلا من اصلا هر چی خواستم پریمیوم و مثلا فوتوشوپ با اینا از داخل کامپیوتر بریزم نمیشد و هی ارور و فلان میداد.
خریدم مخصوص مثلا این ادیتورها و اینایه که قشنگ میتونی ویدیو تو ادیت کنی و باش حال کنی. اینم که بله اساسین کلید بلک فلگ که خیلی به نظر من یکی از بهترین بازی‌های جهانه. حتما اینو بازی کنید. و حالا کامپیوتر من که دیویدی رایتر نداره. خب فکر اونجاشم کردم اینجا ما یه دیویدی رایتر داریم که اینو من نصب نمی کنم حتی آخر ویدیو چون این یکم خاصه. حالا این دیویدی رایتره که بذاریمش اینجا. خب تا الان که نصف لوازم رو رفتیم، پس لایک رو بکن، دکمه سابسکرایب هم بزن، بریم سراغ ادامه. خب بعد همه این کل اینا میرسیم به یک چیزی که من بیشتر از همه چی بهش احتیاجمندم، پنکه. شما الان اگه مثلا استریم کنید تو همچین فضای اینجا تنگین، اوکی اصلا من دستمو نمیتونم این چیز دراز کنم. اینقدر این هوای این مانیتور و این تجهیزات میاد تو صورت آدم فکر میکنه کلش این شکلی کرده داخل آتیش. خیلی بده. پس برای همچین چیزی خریدم. خیلی به کارم میاد. این چیز عجیب اینه که این درجه هاش از چپ هست. آقای بهم گفت تازه همه اینا هم از مغازه نام کامپیوتر ما میخریم که تلگرام و اینستاگرامشون هم پایین ویدیو براتون میاد. خب اینو وا میکنیم فیلمشو. خب اینجا گیره داره مثل همون پای پیش داره که اینو وا میکنیم این شکلی تکون میخوره. خب اینا بذاریم این ور. چقدر اینجا شلوغه خدا. تا همه بذاریم این ور بذاریمش. اینجا این سیمو من برم به این ور بزنم. اینجا صدایی هم میده. ها؟ چه صدایی میده. اینو باید حذف کنم داخل ویدیو. خب اینو صفر میکنیم. میبینیم که در حال کار. اینو صفر میکنیم و میذاریم اینجا. خب چیز بعدی چیزی نیست جز من ماینکرافت پلیرم. حالا اگه نمیدونید تو استریمام اگه نگاه کرده باشید من بیشتر ماینکرافت پلی میدم و موسم اینه. اصلا این کلیکاش فقط تو 10 بار بزنی از 10 بار 7 بارشون کلیک مثلا 7 بلاک میذاره. خیلی این بده. پدرم در میاد برای بریج زدن. به خاطر همون رفتم 500,000 تومان پول موس دادم. اونم موس گیمینگ تسکو که چند تا دکمه اضافی هم داره، ولی اینو که دیدم کلیک کردنش حالا اسم خارجیش نمیدونم چی میگن خیلی سریع‌تر نسبت به این موس دیگه. خب اینو بازش کنیم. چون کامنت یادتون نه. عجب موس خفنیه این. حالا وای چه کیفیت خوبی داره این سیمش. یه برگه هم این توش داره که عضویت در باشگاه مشتریان اینه که هیچی. جعبش هم خوشگله، مثلثی طوره، خیلی باحال حال کرده. وای عجب چیزی لامصبیه این. پشمام خیلی حال میده. من برم اینو وصل کنم برمیگردم، شما نرین. واه پشمام خیلی موس خفنیه. وای خیلی باله. رنگاش عوض میشه RGB طوره. این چه دکمه‌ایه؟
RGB هاشم با این تغییر میکنه، ولی به نظرم این داخل مثلا یه دکمه‌ای هست میزنی چند بلوک، مثلا 5 بلوک با میزنه، مثلا برای بعضی از بازی‌ها بذار این اون باشه، چند دکمه اضافی هم این که بغله ها داره. به کاربردش رو فعلا نمیدونم. به نظرم این که بریم مثلا مرحله قبل مرحله بعد. یا علی خب خیلی موس خفنی، آدم اصلا حالی میکنه باش کار میکنه. بچه‌ها چند تا چیز دیگه مونده به بعد سورپرایزه. بعد چیز دیگه این تابلو خفن از یه بازی روباتیک که واقعا اصلا من همین دیروز که میخواستم اینو بخرم اسمش یادم بود، الان یادم رفت. و کلا بچه من این بازی جنگی خیلی علاقه دارم، برای همین اینو خریدم که بفرم اون دیوار اونجا که یا مثلا همین نزدیکتر ها که دیدشید. چیز دیگه هم چیزی نیست جز این چیزی نیست، یک گربه سیاهه. مارول بازه میدونم، من خودم مارول بازه، جنس خیلی خاصی نداره، خیلی هم سبکه، دستاش هم تکون میخوره. افانکو پا بکن اون مجموعه هم میخوام اضافه کنه، مفت بود خیلی نمیشه. خب بریم سراغ آخرین چیز، سورپرایز کل این ویدیو. اصلا من این ویدیو اصلا کلا همش به هوای همینه، چیزی نیست جز میکروفون گیمینگ هویت. 1,000,000 و چند قیمتش بالای 1,000,000 بود، ولی خیلی چیز خفنیه. 1,000,000 الی 2,000,000 اگه الان تو رنج الان میخوام بریم بخرین همینه. یا خود خیلی بالا. هویت گیمینگ RGB داره، کریت فور گیم، ساخته شده برای بازی. وای جوش اصلا خیلی خفنه، همه چیزش خفنه. خب اینجا بزنم، این برم بزنم. وای 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 کوالیتی گره دادن. وای هویت وای چه صحنه رو ببینی. وای حالا تو قالبش هم در اومده. وای خدای من چه باحاله. USB هم از کابلش دیگه لازم نیست دوستان دومای چیزی بگردیم که مثلا کجا بزنیم اینو. پشمام خیلی چیز خفنی. اینجا هم دکمه ولوم و اینا داره، چه سر تیک تیک هم میده، همه انقدر و تو اینجا میاد. واقعا نسبت به قدش خوبه. حالا میریم برای این که ببینیم درست یا نه اصلا کار میکنه. خب به عجب چیزیه این. یک دو سه پشمو تو OBS هم انس لازم میاد. وای یک الو ولومش هم کار میکنه. بچه ها تو باورتون نشه تو بستش خود یک برچسب هم بود. خیلی اینو باحالن بچه ها، خیلی چیز بالیه دیگه. از این هنسفری کتک خورده که اثراتش هم میبینید، بیمارستان هم رفته. از این دیگه ما بای بای میکنیم. برو اصلا من با این انقدر اذیت میشدم که خدا میدونه، یعنی اصلا خورد میشد سرش. من خواستم یه شکلی کنم، ولی الان با این راحت ویدیو همو میگیرم
مخصوصا لایک به سینما با گیما خیلی چیز خفنیه. نه اصلا کوالیتی رو ببینید شما، رنگو من که باهاش حال کردم. برچسبش بردارم من بچسبونم به این کمدم. خب بچسبونم به اون کمدم و این چیزشون جل بدم و ممنون از شما که تا همین لحظه ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی دیگه، خدا حافظ. خب اینم که همون آخر ویدیویی که من میخواستم اینو تست کنم. اینو به شارژر نیاز داره که این شارژر من دوتایی فیلم کاره. این بزنم به این و جا که کابلش هستش. واه خیلی باله این شکلی، باله واقعا باله، خدای باله. ترکیب نور بالی هم داره. این خیلی تند می مثلا نرمتر میرفت بهتر بود. خب لایک